مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند به هدف رشد تولیدات داخلی نمایشگاه یک روزه محصولات زراعتی و صنایع دستی در این ولایت برگزار شد. محمد نقیب مدیر ترویج و غلجات ریاست زراعت آبیاری و مالداری جوزجان میگوید این نمایشگاه از سوی دفتر حمایت اطفال برگزار گردیده و در آن بیش از 100 نوع محصول زراعتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است. وی افزود برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها در بهبود رشد اجتماعی و اقتصادی تولید کنندگان مؤثر بوده و حمایت از تولیدات داخلی از اهداف اصلی آنها است. برنامه‌های آموزشی اولا از طریق ریاست زراعت پروژه پیشنهاد میشه برای دفاتر یا مؤسسات همکار. بعدن که مؤسسات همکار باز با هماهنگی ریاست زراعت دیاقین پیشقدم انتخاب میشه. بعدن باز ترنینگ‌ها یا آموزش‌های فنی و تکنیکی برای دیاقین داده میشه تا دیاقین در بخش مالداری، در بخش لبنیات، در بخش زراعت و در بخش صنایع دستی آموزش میبینن